Welcome to Shama Channel. باز هم سلام. به قسمت دیگری که چگونه به سوالات تست سیتیزنشیپ جواب دهیم خوش آمدید. خب از سوال 81 شروع میکنیم. سوال 81 گفته What equality means in Australia؟ یعنی در استرالیا معنای برابری چی است؟ سه جواب داریم، جواب A، جواب B و C. حالا ببینیم که کدام یک از این سه جواب درست است. جواب A گفته There are laws in Australia that make sure people are treated differently because of their gender, race, disability or age. در فارسی گفته که در استرالیا قانون‌های وجود دارد که باعث می‌شوند که با مردم به خاطر جنسیت، نژاد، معیوبیت یا سن به صورت غیر عادلانه برخورد می‌شود. خب اگر شما به جواب دقیق نگاه کنید، جواب کاملا اشتباهه، به خاطر در استرالیا کسی را که به خاطر جنسیت و نژاد و سن اینا هسته به صورت غیر عادلانه برخورد نمیشه. ما قطعا میگیم که جواب A ما جواب اشتباه هست. حالا جواب B گفته No one should be treated differently because of their gender, race, disability or age. نباید با هیچ کسی به خاطر جنسیت، نژاد، معیوبیت یا سن به صورت غیر عادلانه رفتار شود. این جواب درست است. حالا ببینیم جواب C چی گفته. Men and women do not have equal rights in Australia. در استرالیا مردها و زنها حقوق مساوی ندارند. جواب C هم اشتباه هست، بخاطر که زن و مرد در استرالیا حقوق مساوی دارن. پس ما میگیم جواب درست ما جواب B هست. حالا ببینیم که درست هست یا نه. آره جواب B جواب درست هست. سوال 82 گفته که Which of the following statement is correct؟ کدام یک از جملات پایین درست است؟ باز هم سه جواب داریم A, B و C. جواب A گفته Men and women have equal rights in Australia. در استرالیا حقوق زن و مرد مساوی است. این جواب درست است. جواب B گفته It is against the law to discriminate against a person because of their gender. تبعیض در برابر شخص به دلیل جنسیت آنها مخالف قانون است. این جواب هم درست است. حالا ببینیم جواب C چی گفته. Both A and B هر دو جوابی الف و B درست است. الف و B درست است. پس جواب A هم درست است، جواب B هم درست است و C هم درست است. پس ما میگیم که جواب A و B هر دوش درست است. حالا ببینیم درست هست یا نه. آره. سوالی 83 گفته What a fair go means in Australia؟ یعنی در استرالیا فرصتی عادلانه به معنای به چی معنا میدهند؟ باز هم سه جواب داریم. جواب A گفته What someone achieves in life should be a result of their hard work and talents rather than their wealth or background. آنچه که یک شخص در زندگی به آن میرسد باید نتیجه زحمت زیاد و استعداد آن باشد، نه ثروت یا پیشینه آنها یا بک‌گراند آنها. جواب B گفته What someone achieves in life should be a result of their wealth or background. آنچه که یک شخص در زندگی به آن میرسد باید نتیجه ثروت یا پیشینه آنها باشد. جواب C گفته Someone should get a job because of their personal background, not skills. یک نفر باید به خاطر سابقه شخصی برای یک کار استخدام شود، نه مهارت. خب فرصت عادلانه در اینجا از فرصت عادلانه صحبت شده. خب جوابی اگر جواب A دقیق نگاه کنیم، جواب A ما درست است. اینجا گفته که هر شخصی که در زندگی به اون میرسه، به هر چیزی که میرسه نتیجه زحمت و استعداد، نه به خاطر ثروت یا مثلا بک‌گراند اون نفر. جواب B گفته که آنچه که یک شخص در زندگی به آن میرسد باید نتیجه ثروت یا پیشینه آنها باشد. این جواب کاملا اشتباهه. مثلا اگر بخوای یک نفر را در بخش اداری مثلا در یک دفتر تو استخدام کنی، و شخص را نباید به خاطر ثروت یا به خاطر بک‌گراند اون نفر تو باید استخدام کنی. اون نفر را باید به خاطر استعداد و زحمتش باید استخدام شد. پس جواب B ما اشتباه هست. جواب C گفته یک نفر باید به خاطر سابقه شخصی برای یک کار استخدام شود، نه مهارت. جمله هم کاملا اشتباه هست. مثلا در استرالیا اگر یک نفر رو میخواهید استخدام کنی، اون نفر باید به خاطر
قبلا هم گفتم باید به خاطر استعداد و زحمتش باشد، نباید به خاطر مثلا بک‌گراند خوب داره یک کس دیگر مثلا معرفی کرده که توی نفر باید استخدام کنیم. پس اینجا ما میگیم که جواب B و C ما کاملا اشتباه هست، جواب A ما درست هست. alright. سوال 84 گفته What are your responsibilities as an Australian؟ به عنوان یک استرالیایی مکلفیت یا responsibility شما چی است؟ باز هم 3 جواب داریم. جواب A گفته Obey the law and vote in federal and state or territory elections and in a referendum. از قانون استرالیا پیروی کنید و در انتخابات فدرالی، ایالتی و ناحیه‌ای و رفراندوم شرکت کنید. جواب درست است. یکی از مثلا از responsibility یا مکلفیت شما به عنوان یک شهروند استرالیا که باید از قانون پیروی کنید، در انتخابات فدرالی، ایالتی و ناحیه‌ای و رفراندوم شرکت کنید. جواب B گفته Defend Australia should the need arise and serve on a jury if called to do so. جواب B گفته که مثلا اگر نیاز شد از خاک استرالیا دفاع کنید، باید شما شرکت کنید، همراه نیروهای استرالیا از استرالیا باید دفاع کنید. و همچنین ممکنه به عنوان یک شهروند استرالیایی وقت در شما خاطر شود که در محکمه حاضر شوید به عنوان یک نفر، مثلا تمام کیس رو بررسی میکنید، مثلا میبینید که این نفر بیگناه هست یا گناهکار است. شما اونا یک قسمتی یک از مسئولیت های شما است که به عنوان یک از هیئت منصفه در محکمه انجام وظیفه نمایید. این جواب هم درست است، جواب B هم درست است. جواب C گفته که both A and B، هر دو جواب A و B درست است. پس ما میگیم که جواب A هم درست است، B هم درست است. جواب درست ما جواب C هست، یعنی هر دو جواب A و B درست است. سوال 85 گفته What are your privileges as an Australian؟ به عنوان یک استرالیایی امتیازات شما چی است؟ یعنی شما چی امتیاز دارید موقعی که یک شهروند استرالیایی؟ باز هم 3 جواب داریم. جوابی A گفته Register children born overseas as Australian citizens by descent. شما می توانید فرزند خود را در خارج از استرالیا تولد شده به حیث شهروند استرالیا رجیستر کنید، در صورتی که مثلا یک از والدین شهروند استرالیا باشه، یعنی سیتیزن استرالیا باشه. جواب B گفته You can deny voting in federal election. شما میتونید در انتخابات فدرال رای ندهید. جواب B کاملا اشتباه است، به خاطر که شرکت در انتخابات فدرال جبری است. برای هر شهروند استرالیایی اگر شما رای ندهید ممکنه شما جریمه کنند. جواب C گفته You can use foreign passport to travel overseas and return to Australia without a visa. شما می توانید پاسپورت خارجی خود را استفاده کرده و بیرون از استرالیا مسافرت کنید و دوباره بدون ویزا به استرالیا داخل شوید. این جواب C هم کاملا اشتباه است، به خاطر که موقعی که شما شهروند استرالیا میشوید، موقعی که شما سیتیزن استرالیا میشوید، باید از پاسپورت استرالیا استفاده کنید و به خارج مسافرت کنید. پس ما میگیم که جوابی B و C کاملا اشتباه است و جواب A درست است. یعنی شما میتوانید فرزند خود را که در بیرون، حال شما شهروند استرالیا هستید و فرزند شما بیرون از استرالیا تولد میشود و شما میتونید اون فرزند خود را به عنوان شهروند استرالیا رجیستر کنید. پس ممکن جواب درست ما جواب A است. سوال 86 گفته Which one of the following is correct about voting؟ کدام یک از مواردی زیر در مورد رایگیری صحیح است؟ باز هم 3 جواب داریم. جواب A گفته Australian citizens aged 18 years or over must register their name and address on the electoral roll. اتباع استرالیایی که سن 18 یا به بالا دارند باید در فهرست انتخابات نام و آدرس خود را ثبت کنند. جواب B گفته Once you are on the electoral roll, voting is compulsory for Australian citizens aged 18 years or over in federal and state or territory elections. وقتی که نام شما در فهرست انتخابات باشد، rather than در انتخابات فدرالی، ایالتی یا ناحیه‌ای برای اتباع 18 ساله یا به بالا اجباری هست. و جواب C گفته both A and B، یعنی هر دو جوابی الف و ب درست است. خب حالا جواب A را ببینیم. اینجا گفته که اتباع استرالیایی که سن 18 دارن یا با بالا هستن باید نام خود را در فهرست انتخابات ثبت کند
ولی موقعی که لازم موقع انتخابات شود باید در انتخابات شرکت کنید. پس میگیم جواب A ما درست است. و جواب B گفته وقتی که نام شما در این فهرست انتخابات باشد رای دادن در انتخابات فدرال، ایالتی و ناحیه‌ای برای کسانی که 18 و 18 به بالا هست جبری است. پس جواب B ما هم درست است. پس خاطر جواب C گفته که both A and B are correct، یعنی جوابی هر دو جواب الف ب درست است. پس ما میگیم که جواب درست ما جواب C هست و ببینیم که درست هست کنیم. سوال 87 گفته which of the following is wrong about participating in Australian society. گفته کدام یک از جملات پایین در مورد سهمگیری در جامعه استرالیا اشتباه است. خب سوال دقیق کنیم. گفته چی اشتباه است؟ جواب A گفته paying tax، پرداخت تکس یا مالیه. جواب A ما کاملا درست است، اشتباه است. جواب B گفته joining neighborhood and local communities، اشتراک در انجمن‌های همسایگی و محلی. این مثلا جمله اشتباه نیست، درست است. شما به عنوان یک شهروند استرالیا میتوانید در انجمن‌هایی که مثلا در محلش موجود در شرکت کنید، مثلا در میتینگ‌های کنسول شرکت کنید. جواب B هم درست است. جواب C گفته travel overseas and send money to overseas family and friend، مسافرت به خارج و فرستادن پول به فامیلی و دوستان در خارج. این جمله بخاطر که اینجا گفته در مورد سهمگیری در جامعه استرالیا صحبت شده، بخاطر که جواب C هیچ ارتباطی به سهمگیری در جامعه استرالیا ندارد، ما میگیم این جمله جواب C ما جوابی اشتباه است. یعنی مثلا گفته که مسافرت به خارج و فرستادن پول به فامیلی و دوستان خارج، اینجا اشتباه هست بخاطر که ارتباطی به سهمگیری در جامعه استرالیا ندارد. ولی در حقیقت شما مشکل ندارد، شما میتونید خارج مسافرت کنید و پول به فامیل و دوستان خود خارج استرالیا بفرستید، ولی هیچ کمکی به سهمگیری در جامعه استرالیا ندارد. در اصل جمله درست است ولی هیچ ارتباطی به سهمگیری در جامعه استرالیا ندارد. ما میگیم این جمله اشتباه است بخاطر که هیچ ارتباطی به سهمگیری در جامعه ندارد. ما میگیم که جواب C ما جوابی اشتباه است. حالا ببینیم اشتباه است. سوال 88 گفته which of the following statement is not correct about voting in Australia. در کدام یک از جملات پایین در مورد انتخابات استرالیا درست نیست؟ بازم سوال دقیق کنیم. اینجا گفته که درست نیست. جواب A گفته voting is compulsory in federal and state or territory election. رای دادن در انتخابات فدرالی، ایالتی و منطقوی اجباری میباشد. کاملا درسته جواب، خاطر که به عنوان یک شهروند استرالیایی شما باید در انتخابات فدرالی، ایالتی و منطقوی رای دهید. غیر این صورت ممکنه شما جای نشوید. جواب B گفته voting is not compulsory in federal and state or territory election. رای دادن در انتخابات فدرال، ایالتی و منطقوی اجباری نمی باشد. جمله کاملا اشتباهه. قبل طور که در مورد جواب A گفتیم که رای دادن در انتخابات فدرالی، ایالتی و منطقوی اجباری می باشد. پس جوابی اشتباهی ما این جواب B هست. حالا C چی گفته؟ It may be not compulsory to vote in local government elections in some states. ممکن است رای دادن در انتخابات دولتی محلی در بعضی از ایالت‌ها اجباری نباشد. این جمله هم درست است. رای دادن در انتخابات فدرالی، ایالتی و منطقوی اجباری هست، ولی انتخابات محلی یا انتخابات کنسول ممکنه اجباری نباشد در بعضی ایالت‌ها یا استیت‌ها. پس جوابی اشتباهی ما اینجا جواب B هست. پس ما میگیم که اشتباهی ما جواب B هست. سوال 89 if the need arise what you should do to defend Australia. اگر لازم باشه کار کنید که از استرالیا دفاع کنید. این هم یک از مسئولیت های شماست به عنوان یک شهروند استرالیایی. حالا 3 جواب داریم. حالا ببینیم که کدام یک از این جواب ها درست است. جواب افتاد while service in Australia in the Australian Defence Force is voluntary, I do not need to join others to defend Australia if the need arises. در حالی که خدمات عسکری در استرالیا داوطلبانه است، جبری نیست، در صورت نیاز برای من لازم نیست از استرالیا دفاع کنم. این جوابی کاملا اشتباه است. با وجودی که خدمات عسکری در استرالیا داوطلبانه جبری نیست، ولی در صورت لازم این یکی از مسئولیت های شما هست که باید از استرالیا دفاع کنید. ما میگیم جوابی A ما اشتباه هست.
جواب B چی گفته؟ Only Australian defense force should defend Australia if the need arise. که در صورت نیاز تنها نیروهای مسلح یا وزارت دفاع باید از استرالیا دفاع کنه. نه، این جمله هم اشتباهه، به خاطر که دفاع از استرالیا وظیفه هر سیتیزن یا هر شهروند استرالیایی است. تنها وظیفه نیروهای مسلح یا وزارت دفاع نمی باشد که تنها از استرالیا دفاع کنه، وظیفه هر استرالیایی می باشد. پس ما میگیم که این جواب هم اشتباه است. حالا جواب C ببینیم. It is a responsibility for Australian citizens to defend Australia should the need arise. It is vital that all Australian citizens be committed to joining together to defend the nation and its way of life if necessary. وظیفه شهروندان استرالیا این است که به صورت ضرورت از استرالیا دفاع کنند. بسیار مهم است که همه شهروندان استرالیا متحد شوند به صورت ضرورت برای دفاع از ملت و شیوه زندگی آن متحد شوند. پس جواب درست ما جواب C است، یعنی به صورتی لازم باشه این وظیفه هر شهروند استرالیایی هست که باید همراه دیگر استرالیا و با همکاری نیروهای مسلح استرالیا از استرالیا دفاع کنه. پس ما میگیم جواب درست ما جواب C هست. حالا ببینیم درست هست. آره. سوال 90 which of the following statement is correct about duty service in Australia؟ کدام یک از جملات پایین در مورد هیئت منصفه استرالیا درست است؟ هیئت منصفه ایه که بعض موقع بینان یک وقتی که شهروند استرالیا میشوید و سن شما 18 یا به بالا میباشد، ممکن است از شما خواسته شود که به عنوانی یا به حیث یک عضوی در هیئت منصفه شما در کورت حاضر شوید. در حقیقت شما در کورت حاضر میشوید و میخوان که به حیث یک عضوی از هیئت منصفه انجام وظیفه نمایید. هیئت منصفه در حقیقت تضمین کننده شفافیت در نظام قضایی میباشه. مثلا شما در محکمه حاضر میشوید و تمام اسناد و شواهدی که در یک دوسیه وجود داره گوش میدهید و نسبت به بیگناهی یا گناهکار بودن یک متهم شما مثلا تصمیم میگیرید. خب حالا ببینیم که کدام از یک از این سه جواب یکیش درست است. جواب A the duty service if requested is a responsibility for Australian citizens aged 18 years or over. در صورت درخواست از وظایف اتباع استرالیا که سن آنان 18 ساله و بیشتر باشد انجام وظیفه در هیئت منصفه است. یعنی این قسمت فاتحش کمی پیچیده نوشته شده. در حقیقت اینه که اگر شما مثلا درخواست شود شما به عنوان یک از هیئت به عنوان یک شهروند استرالیا یک از وظایف شما این است که در هیئت به عنوان عضو از هیئت منصفه در محکمه حاضر شوید. جواب A این جواب ما میگیم جواب درست است. جواب B گفته duty service helps to ensure that the court system is open and fair. هیئت منصفه تضمین کننده شفافیت و انصاف در نظام قضایی میباشد. طوری که گفتم مثلا شما به تمام شواهد و اسنادی که در کورت ارائه میشه مثلا شما گوش میدید و بعدا تصمیم میگیرید که آیا فلان شخص گناهکار است یا بیگناه است. پس این جواب B هم درست است. در شما اونجا خود کورت نظمت میخواهد که در کورت حاضر شود و ببینه که مثلا در حقیقت چه قسمی یک نفر را به گناهکار یا بدون گناه میشناسه. جواب B گفته C گفته both answers A and B یعنی هر دو جواب الف B درست است. ما میگیم که جواب درست ما جواب C است به خاطر که هم جواب A هم B درست است. شما میتونید برای ویدیوهای بیشتر عضوی یوتیوب چنل ما شوید.